نه نه نیست. ما انشالله سپردیم هم 3 روز پیش. هر وقتی که تنگ میاد تیز برده میسپریم. ما هیچ وقت قرضدار نموندیم، اما وقت میسپریم. البته ما خوشمندیم که سر وقت پرداخت کنیم. بله ما سر وقت میسپریم. ما سر وقت نه حجتاش کویتانسیش همونجا ایستگی. قرضدار هم مثل سوئد 2 ماه است. من از وقتشم پیش میسپرم بچیم. потому что من نفقه خور. اگر من وقتش بنسپرم بعد وای مول میشید. بعد من سپردن نمیتونم. برای همه آوردن میسپرم. ما سویتی آدم ما زکون послушны میگن که همه خیلی ما. نه خدا نشونتی از سری وقت میسپریم. هر آخری ماه میبیا با وقتش پول گرفته رفته است. کارگرای خودشون یکم چه قرضدار نیستیم. ما میگیم اقلا همین پول سوئد 20 درهم کنه. 13 درهم نه. 20 درهم کنه نکیم هم وقت مدت سوئد تیا. پول دیگه قوی برقه دیگه جو نفروشه و خلق خش تامین کنه. پرداخت میکنیم؟ نه هر ماهش پرداخت میکنیم. نه ما برق قرضدار نیست. هر ماه میسپریم. پرداخت سر محل. همه چه سر وقتش میسپریم.